چون این حالت‌های می شود که در بیزنس یگان شریک می خواهد برود و همه مشکلات به دشمن می ماند. می شود حالت‌هایی که یگان کارمند کلیدی کاری را به طور دیگر کردن می خواهد. می شود حالت‌هایی که یگان محصولات ما کمبودی دارد. ما برای آن پول، وقت و نیروی زیاد صرف کرده ایم. اما برای این عصبی شدن در کار نیست، زیرا من خوب فهمیدم که راه سوی موفقیت پیوسته حل نمودن مشکلات است. ما میخواهیم به مشکلات زندگی کنیم. این خیلی نمی شود. یک مشکلی را حل میکنی، دویومش پیدا می شود. دویومش را حل میکنی، سیومش پیدا می شود و این آخر ندارد. من این را فهمیدم. پیشتر گمان میکردم که یک دو مشکلات را حل میکنیم و تمام. اکنون زندگی خوب و زیبا دوام یابد، راحت کرده میگردیم. اما این خیلی نبوده است. اصلا همین راه خود عجیب است. انا همین به زندگی ما مضمون میبخشیده است. من همیشه هدف را انتخاب میکنم و میبینم که فرزندانم مرا میفهمند. فرزندان را مجبور کردن شرط نیست. آنها کلان شده میفهمند. من الکی میبینم فرزندانم مرا میفهمند. تنها من در رویخط مسئولیت پدریم نوشتم که میخواهم کاری کنم که فرزندانم آنچه را که من در کودکیم نداشتم داشته باشند. من نوشتم خدا خواهد طوری میکنم که فرزندانم آنچه را دانند که من در سن و سال آنها نمیدانستم. فرزندانم آنچه را توانند که من در سن و سال آنها نمیتوانستم. آنچه را بینند که من در سن و سال آنها ندیدم. هدف من این است: پیش از مکتب را تمام کردن و عائله بنیاد نمودنشان و آنها دنیا را نشان دادنیم و آنها یک چند هنر را یاد دادنیم، یک چند زبانها، اداره کنی، بیزنس ها را نشان دادنیم پیش از داخل شدنشان به دانشگاه ها و غیره. چون که بعداً یکیشان شوهر میکند، دیگرشان زن میگیرد و زندگی شخصیشان سر میشود. من باشم باید زودتر این کارها را کنم. از این رو آنها را در تمام عالم میگردانم، همه چی را نشان میدهم تا که جهان بینیشان وسیع شود. آنها در مکتب های گوناگون خارجی میخوانند و من همین طور میکنم. سپس آنها صاحب هدف های معین میگردند. خودشان میفهمند و به فکرم بعداً خودشان پیش میروند. همسرتون کتابهایتون را میخواند؟ برای انکشاف شخصی وقت جدا میکنند؟ همیشه. من او را دائم به ترینینگ ها میبرم. مادر چگونه باشد فرزندان همان گونه میشوند، زیرا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم چنین گفته است: مادر برای فرزندان مدرسه است. مدرسه. چون که اگر زن نخواند، سرش را با سلسله فیلم ها، با افکار نادرکار، چی زیبا است و چی بی‌زیب، با سفسطه پر می کند و طبیعی است که در سر فرزندان نیز همین جاری می شود. به هر حال با فرزندان زن وقتی زیاد می گذراند. بله. وقتی که او با فرزندان وقت زیاد می‌گذراند، به هر حال اسلوب تربیت مادر از پدر بهتر است. زبان محبت مادر نرمتر، گذراتر است. نیروی حلیم دارد و آن به فرزندان آسان می‌گذرد. مرا مادرم تربیت کرده است و من می‌دانم که تربیت مادر چیست. از این رو زنانی را که می‌خوانند بسیار احترام می‌کنم. نمی‌فهمم زنانی را که خواندن نمی‌خواهند. خوب است اگر زن خوراک‌های با مزه پزد، خانه‌ها را تازه کند، اما این کم است. به من فرزندان توانا و خیرتمند در کارند و این کار را میتواند زنی روشن فکر بکند. برای همین همیشه شرایط مهیا نمودن در کار تا زن خسته نشود. او خوانده تواند. من میتوانم یگان خدمتگار زن را دعوت کنم و به زنم گویم: به من یک دیگ خوراک تو در کار نیست. میتوانم آن را سفارش دهم. به من پیش از همه سلامتیت در کار است، عصبهای سالمت در کار است، به من زنی سالم در کار است و همچنین به فرزندانم. این خیلی مهم است. برای همین دائم کتاب ها میخرم و ما محاکمه میکنیم. همیشه محاکمه میکنیم. این ضرور است. این خیلی ضرور است. نگاهی شما به زنی که با بیزنس مشغول است چگونه است؟ نگاهی نیک دارم. بسیار شوهرها یا خود زنها از آن ناراحت میشوند که اگر آنها بیزنس وومنی موفق شوند، زن بودن خود را گم میکنند. نه، این خیلی از نیست. این هراس دارند. این خیلی نیست. تماما این خیلی نیست. برعکس، من زن خودم را با عقلانه به بیزنس روانه کردم. چی ها میگویی؟ با عقلانه. حالا به شما یک حادثه را نقل می کنم. باره به خانه آمدم، دیدم
میدونید این بود سالهای 2012 و یا 13 به فکرم. من به خانه آمدم، خانه را تعمیر میکردیم. من کجای رفتم و برگشتم، دایم در خانه نمیشوم. قسمتی بین آشخانه هست که کافل میزنن. در آشخانه بله. زنم کافل های ایتالیایی خریده است. اندازه آن کافل های ایتالیایی این خیل بود. به شما نشان میدهم. اندازه شان اینقدر. یک دانه شان $54 می ایستد. انا اینقدر تصور کنید، اینقدر. و من در حال فهمیدم اگر خدا نکند و من بمیرم یا بیمار شوم، او همه دست آوردهای حیاتی من را از دست میدهد و به فرزندان من هیچ چیز نمیماند. شما یک لحظه تصور کنید چه فرق دارد؟ آیا کافل دیگر خیل باشد خوراک میرنجد یا وابسته به کافل مزه خوراک خوب و بد می شود؟ این خراجات چی در کار؟ این خیلی گرانبهاست. من نشستم و دیدم. با استاها گفتم که دیگر نچسبانید. همه کافل ها را کنه تازه کرده برده میسپاریم. من واقعیت را میگویم. زنم آمد و گفت چرا آنها کافل ها را نمیچسبانند؟ من گفتم عزیزم، من همیشه آنچه را میخرم که فروخته میتوانم. این را باشد فروخته نمیتوانم، ببخش. این ارزش کوارتیره مرا بلند نمی کند، آن را گرانبهاتر نمی سازد. وقتی فروش خریدار آن را از روی کوادراتش نرخ گذاری می کند، نه از روی کافل های ایتالیایی. تو او گفت کی خانه‌اش را تعمیر میکند تا که کافل هایش را فروشد؟ من گفتم تو مرا دیرتر میفهمی. من در حال فهمیدم از بس که او خودش پول کار نمیکند، ارزش درآمد را نمیفهمد. من این را در حال فهمیدم. او همین گونه کار میکند چون که برای پول عرق جبینش نریخته است. روز دیگر دیدم که دوگانش به خانه آمده است. پرسیدم شما چی کاره اید؟ گفت من در کارگاه دوزندگی کار میکنم. یعنی او چی میگفتند؟ کورته را پاره میکنند کو؟ بله، یعنی کورته را پاره میکرده است. بله، گفت که من در سیخ دوزندگی کار میکنم، کورته ها را پاره میکنم و غیره. پرسیدم که از دستت میآید؟ گفت که ها. خوب از عهده‌اش میبرای؟ گفت که ها. گفتم عالی. آیا میخوای اگر سیخ کشایم با زنم کار کنی؟ گفت که در این باره فکر نکردم. من زنم را جیغ زدم و گفتم گوش کن، من فکر کردم شاید با همین کار مشغول شوی. خلاص من پول جدا کردم. خودتان یگان جای خوب و موافق را یافته انتخاب کنید. گفتم آنها یک جا را برای اجاره یافتند و کار را سر کردند. تخمینا نیم سال کار کردند. این را در یاد دارم. من نمیفهمیدم چون که آنها با زبان قرقیزی گپ میزدند، اما وقتی که درباره پول گپ میزدند کم کم میفهمیدم. چون که اصطلاح‌ها نزدیک و مانندند و آنها حسابات میکردند. این استحصالات است. آنها لباسهای کودکانه استحصال میکردند. استحصالات مشکلات زیاد دارد. دوزنده را یابی سپارش نیست، سپارش باشد دوزنده را نمیابی، متریال طرز دوخت، هزار یک مشکلات دارد. بله. او پیشتر به من ایراد میگرفت. شما به خانه دیر میآیید، بعضا وقت دارید و مخصوص کار دارم گفته به خانه نمیآیید. بعضا چنین اینجیقی ها میکرد. من باشم بعضا مجبور می شدم حالتم را با او فهمانم و غیره. اکنون که او در سیخ کار را سر کرد، من به خانه می آمدم ساعت 12 شب، او در خانه نیست. زنگ می زدم الا در کجایی؟ کی می آیی؟ می گفت من در سیخ کار می کنم، باید تا 6 صبح بار را تیار کرده با هواپیما فرستم. بعضا آمده می دیدم که یک کودکمون در اینجاست، دیگری آنجا، سیمی آنجاست. آنها را گرفته به ترتیب می درآوردم و غیره. این همه را صورت می گرفتم. بعضم را پر میکردم. بعد این خیل شد. از همه لحظه عجیبش این بود که در سیخ معاش هفته‌ای نمیدادن. هر هفته با کارمندان دوزندگان. من آن لحظه را خوب در یاد دارم. من در حجره کلان خوابیدم و با کنج گوشم میشنیدم که آنها در آشخانه حسابات می نوشتند و درآمد هفته‌ای شان 200 سامی شده است. 200 سام چی است؟ بله. نه 600 سام. 600 این همان وقت برابر $15 بود. در تمام هفته قریب که شب و روز کار میکرد. 600 سام. تصور میکنی؟ بله. من بعد آمدم و گفتم گوش کن، شما نیم سال باز کار میکنید، میخوام اکنون تو سرمایه مرا برگردانی. او گفت چه خیلی سرمایه؟ چی ها میگوید؟ من یگان درآمد خوب ندارم. من گفتم صبر کن. با او صورتها را نشان دادم و گفتم گوش کن، فرزندان من چون این حال دارن، تو نیستی، تو زنم هستی. پیشتر به خانه می اومدم تو غمخواری میکردی، حالا باشد تو را در سیخ‌ها جستجو میکنم. این چی گپ است؟ در یاد داری که چه خیلی از من شکایت میکردی؟ او گفت آخر این کارها را کردن در کار، ما کار را به نزدیکی سر کردیم، این تجارتی خرد است. من بعد به او گفتم حساباتت را بیار. و من نشان دادن حسابات برایش خیلی ناگوار بود، اما وقتی نشان داد من گفتم عزیزم، پول کار کردن چه خیلی وزنین است دیدی؟ اکنون در یاد گیر.
همین خیل مهنت کرده با پول خودت آن کافل‌های خرد را با همان نرخ می‌خریدی. او مرا دقیق فهمید. این درس خیلی خوب بود. از همان روز یگان بار ندیدم که او بیهوده پول صرف کرده باشد. هیچگاه. این درس عالی بود.